سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در جاده رشت به تالش. امروز جمعه 15 تیر ماه و ساعت حدود 1 ظهره. جاده رشت به تالش یکی از اصلی ترین راههای دسترسی غرب گیلان به مرکز استان یعنی شهر رشته. منظور از جاده اصلی جاده رشت جمعه بازار سومسرا هستش. مسیر دیگر هم از طرف پیر بازار به زیابر و مسیر سوم دسترسی از رشت به انزلی و سپس به رضوان شهر. طول این مسیر که قصد رانندگی در اون رو داریم حدود 117 کیلومتره و با گذشتن از شهرهای جمعه بازار یا تولمشهر، سومسرا، زیابر، پونل، پرسر، گیسون و اسالم به هشبر یا تالش خواهیم رسید. شهر تالش یکی از زیباترین شهرهای استان گیلان محسوب میشه. این شهر زیبا بعد از شهر آستارا غربی ترین شهر استان گیلان هم محسوب میشه. جاهای دیدنی این شهر شامل جنگل و ساحل زیبای کیسون، پارک جنگلی سیاهداران که سورتمه ریلی هم در اون قرار داره، مناطق ییلاقی سوباتان شکردشت، منطقه حفاظت شده لیسار، قلعه سلسال، آبشار ورزان، دریاچه سراگاه، کاخ سردار امجد و بسیاری از جاهای دیگه که میشه اونا رو نام برد. قبلا ولاگ گردش در جنگل و ساحل گیسون و همچنین گردش در سورتمه ریلی رو در کانال قرار دادیم که لینک ولاگشون رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدم. بازار هفتگی در شهر تالش در روزهای پنجشنبه برگزار میشه. زبان اصلی مردم این شهر تالشیه. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنید. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
میشه.